سلام، امروز میخوایم یه غذای جدید درست کنیم. سیب زمینی ها رو خلالی خورد کردیم و داریم سرخشون میکنیم. بعدم کدوها رو حلقه حلقه کردیم و سرخشون میکنیم. زرده و سفیده تخم مرغ رو از هم جدا کردم. بعدم اینجوری جدا جدا همش میزنیم. همچنین سفیده رو در همین حد کافیه. من که دارم آشپزی میکنم همزمان عدورم میبینید وایساده اون بالا داره منو نگاه میکنه. زمینی ها که سرخ شدن بهشون زردچوبه و تخم گشنیز و فلفل سیاه رو اضافه میکنیم. بعدم همش میزنیم. نمک هم زده بودیم بهش البته. بعد اینا رو از تو روغن در میاریم. بعدش کدوامون رو سرخ میکنیم. کدوها رو سرخ کردم، گذاشتم یه طرف مایتابه. این ورم که سیب زمینی ها، وسطش هم گیشنیز جعفری ساتوری شده ریختم. حالا نوبت میرسه به تخم مرغامون. زرده ها رو ریختم سمت کدوها، سفیده ها هم ریختم روی سیب زمینی ها. بعدم میذاریم آروم آروم سرخ بشه. اینم نتیجه کارمون. حتما امتحان کنید، خیلی خوشمزه است. اگه خوشت اومد کانال منو سابسکرایب کن.